به جرئت میگم اقتصادی و خوشمزه ترین دسر دنیا همینه. با یه دونه ظرف و یه همزن بدون وسیله خاصی 10 دقیقه آماده است. پودر ژله موز رو داخل ظرف بریزید. آب رو اضافه و هم بزنید. نکته مهم اینجاست که دونه های ژله کامل باید حل شه. بستنی وانیلی یا موزی رو که بیرون گذاشتید و به دمای محیط رسیده به ژله اضافه و هم بزنید. تا جایی هم بزنید که بستنی کامل آب شه و هیچ بستنی یخزده داخلش نباشه. موز نگینی خرد شده رو اضافه کنید. بسکویت پتیبور رو با وردنه یا با دست خرد کنید. نیاز نیست میکس باشه چون میخوایم دونه های بسکویت داخل دسر مشخص باشه. به مواد اضافه با هم بزنید. بعد از اینکه موادتون کاملا مخلوط شد و به این شکل در اومد داخل ظرف سرو بریزید. ظرف سروتون رو نه نیاز هست چیزی داخلش بندازید نه چرب کنید. موادتون رو بریزید و داخل یخچال بذارید. اگه زمان کم داشتید 5 دقیقه توی فریزر، اگه نه 15 دقیقه داخل یخچال. از یخچال خارج روش پودر کاکائو و شکلات رنده شده بریزید. میتونید از بیسکویت پودر شده هم استفاده کنید. برای این دسر از هر نوع میوه‌ای میتونید استفاده کنید. فقط طعم ژله و بستنیتون باهاش هماهنگ باشه. یک بارم شده امتحانش کن، مطمئنم شگفت زده میشی. نوش جونتون باشه.